برآمد باد صبح و بوی نوروز، به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز. بنده از طرف شاعران ارزشمند و سخنوران و هنرمندان طلیعه عید بزرگ ملی نوروز را به تمام هموطنان و شنوندگان عزیز شادباش عرض می کنم. در این طلیعه سال عده‌ای از شاعران و هنرمندان گرد هم جمع شدند و بساط 7 سین و شیرینی جلوی دوستان گسترده شده و حالا سروران گرامی و یاران همبزم رو به حضورتون معرفی میکنم. خانم‌ها سیمین بهبهانی، هما گرامی و آقایان ابوالقاسم حالت، ابراهیم صهبا، بهادر یگانه، حسین شاه زیدی، خسرو شاهانی و جواهری وجدی در این بزم محبت کرده و تشریف آوردند. نوازندگانی که در برنامه امروز خواهند نواخت عبارتند از آقایان اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی که به ترتیب ویولون، تار و سنتور می نوازند و آقای همدانیان که ضرب خواهند نواخت. خوانندگان برنامه ما هم آقایان ایرج و گلپایگانی هستند. تهیه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فهیم هستند. دیگه امروز دقایق و ساعات اول سال باید با خوشی و خنده و تفریح این بزم رو شروع کنیم. دوستان امروز جای سکوت نیست، باید گرمتر از گرم هرچه متایبه دارید. قابلمه؟ قامفت آقا شاهزاده شیرینی رو به همه باید برسن. شاهانی مولد نمیده به ما. آقا درست بشینید تفسیر و همه. ازم به حضورتون دستون آقا شاهزاده‌تون شیشه نکنید ماهیش ناراحت میشه. بله خب دیگه من کسی نیست که معرفی نکرده باشم. به هر حال تمنای من این است که از چنته ادبی خودتون شعر با میمنت و با متایبه بیرون بیارید و اصلا لفظ غم و این هرمانهای شاعران رو ول کنید. الان میخوایم دور هم جمع شیم، گل بگیم، گل بشنویم و دلم میخواد هر کسی از خانم‌ها یا آقایون آماده تره با یه مطلب شیرین اولا بعد ما شروع کنید. قصه تا یادم نرفته بگم. الان این سیگار آقای جواهری، چون میدونید که من الان 7-8 ساله که سیگار رو ترک کردم. خریدنش و کشیدنش و همه‌شو ترک کردم. آفرین. الان سیگار آقای جواهری ما رو یاد قضیه افتاد که اتفاقا پارسال روز 2 یا 3 عید بود. منزل یکی از دوستان بودیم و رفقا هم برای دید و بازدیدینا پشت سر همه آمدن و هی سیگار و پیپ و اینا دود کردن به طوری که هوا دیگه به کلی غیر قابل استنشاق شده بود. هوا دودی شده بود. در این موقع یکی از دوستان اونجا که اونم خودش مرتب سیگار دود میکرد از من پرسید فلانی چطور شد که تو سیگار رو ترک کردی؟ گفتم چون دیدم که هر جا که باشم دود سیگار یک عده آدمای دودی مجانا تو حلقم میره دیگه. گفتم خب این چه کاریه که دیگه پول بدم و بخرم. این بودش که هم خریدنش رو ترک کردیم هم یواش یواش کشیدنش. لیسانسیه اقتصاد هستن. یکی دیگه از رفقا که او هم همینجور مرتب دود دلش با آسمون کمتر حالا شامونه ها هم ترک کنیم پولش جمع. یواش یواش با این پروپاگاندایی که دکترها واسه رژیم گرفتن میکنن ممکنه اون کارم بکنیم. بله یکی دیگه از رفقا که اونم این مرتب سیگار دود میکرد گفت ولی کار بیخودی کردی. گفتم بفرمایید ببینم شما که این کار بیخود رو نکردین از سیگار چه استفاده میبرین؟ گفت همین یه پوکی به سیگار زدن و دودش رو به هوا کردن اینا خودش یه خوشیه، یه نوع تفریحیه. من این حرف به نظرم که خودی موسیقی و غیر منطقی جلوه کرد. این بودش که اونجا یه مضمون یادم افتاد ساختم.
اونم این بود: سیگار خود رفیق سبیلو به لب گذاشت، گفتا که این خوش است و مرا. اتفاقا آقای شاهانی عجب سیبیلی هست. آقای شاهانی سیبیل نداشتن، چون با حفظینمون کم بود دو تا سیبیلشونو بیارن. بله از ما رو دنیا برمونه درم یک جفت سیبیل این خودش 14 تا سینه بس که سیبیلش گرفته. مال 2 سال سیبیله، مال 2 سال هفتینه. پای میز یک سیگار بکشیم مال شما. اجازه بدید من شعرمو بخونم. آقای شاهانی بعد سبیل از دوست دادن سیگار تناسب. سیگار خود رفیق سبیلو به لب گذاشت، گفتا که این خوش است و مرا سود میدهد. گفتم رفیق حاصل سیگار و پیپ چیست جز این که سیگیل تو را دود یه رفیقی داشتیم خیلی سرفه میکرد. پرسیدم چرا سرفه میگو؟ از بس رفقا سیگار مختلف میکشن. آقا حالت ترک کرده بود. دودای مختلف تو حلقش میرفته. خیلی چه ترک کرده. راجع به ترک سیگار معروف این از برنارد شاو میگن که گفته بود که کی میگه که سیگار نمیشه ترک کرد؟ من تا حالا 20 مرتبه ترک کردم. یه کسی میگفت سیگار کشیدن اعتیاد نمیاره. من 20 ساله که روزی 20 پاکت سیگار میکشم، من معتاد نشدم. حالا روز عید چطور شد از سیگار شروع شد، بعد از شیرینی شروع بشه؟ آفرین. چون هفته کم داشت. یه مسئله دیگه ممکنه اینا مصنوعی باشه برادر. امتحانش مجانی باشه. حالا یه مجابش شما خالی کردید. بفرمایید آقای صحبا شما خیلی. حالا نوبت خانم سیمین خانم. حالا تو شیرینی‌ها خواهش از همه بهتره. شما بله دیگه. خواهش میکنم اما تعارف نکنید. از شیرینی شروع کنید حالا. یعنی از سین اول 7 سین شروع بله. کنید. یک دامن گل. لابد یکی سنبول هم توش. حتما سنبول و سوسن و قطعه 7 سین میشه توش. ممکنه. یک دامن گل چون درخت فروردین پرشکوفه شد جانم. دامنی ز گل دارم بر چه کس بیفشانم. ای نسیم جان پرور امشب از برم بگذر، ورنه این چنین پرگل تا سحر نمیمانم. لاله‌وار خورشیدی در دلم شکوفا شد، 100 بهار گرمیزا سر زد از زمستانم. دانه امید آخر شد نهال بارآور، 100 جوانه شد پیدا از تلاش پنهانم. پرنیان مهتابم در خموشی شبها، همچو کوه پا برجا سر بنه به دامانم. بوی یاسمن دارد خوابگاه آغوشم، عطر نسترن دارد شانه های عریانم. شعر همچو عودم را آتش دلم سوزد، موج عطر از آن رقصد در دل شبستانم. کس به بزم میخواران حال من نمیداند، زان که با دل پرخون چون پیاله خندانم. در کتاب دل سیمین حرف عشق می جویم. چند وقته خانم؟ شما بچه بودید خانم تو کتاب اکابر ترجمه پیدا می‌کردین دنبال. بله ببرم. بالاخره از رفقا کوچیک‌تریم. ببرم. در کتاب دل سیمین حرف عشق می جویم. عاقبت جوینده یابنده بود. روی گونه می لرزد سایه های مژگانم. بسیار مثل همه غزل‌های خانم سیمین دلانگیز و کاملا مناسبت بهار و عید خیلی مناسب بود. آقای صحبا شما آقای صحبا شما در آوردین کاغذو بخونید، شما میدونید دلتون طاقت نمیاره. خانم هماگرامی به نوبت ایشونه. خانم هماگرامی خیلی هم ساکت نشستن. بله بیاین دیگه. والا من فکر میکنم یه توصیه بهترین چیزه برای کسانی که الان دیدنی میرن و چای شیرین میخورن و
شیرینی و از این مطالب. یه روز یه آقایی میره پلو دکتر میگه که من نمیدونم چرا هر وقت لطیفه خانم لطیفه میگه من نمیدونم چرا هر وقت چای شیرین میخورم چشمم درد میگیره. آقای دکتر یه نسخه بهش میده و میگه برو چند روز دیگه بیا ببینم خوب شدی یا نه. چند روز دیگه برمیگرده میگه که نه خیر خوب نشدم بدتر شدم. یه چند دفعه همطور میره و برمیگرده و روز به روزم بدتر میشه. آخر سر آقای دکتر فکر میکنه خب بهترین کار اینه که این چای شیرین رو جلو خودش بخوره ببینه این طرز خوردن چه شکلیه که این چشم درد میگیره وقتی میخوره. وقتی چای شیرین میخوره میگه آخ چشمم. دکتر تازه میفهمه که قاشق چای خوری میره تو چشم. میگه قاشق چای داره بابا این چای شیرین قاشق درماری. بله این البته ما کسانی که میرن الان دیدنی و چای شیرین میخورن مواظب قاشقش باش. بسیار شیرین بود. بسیار شیرین. راجع به هوش این طرف من نمیشه چیزی خاطر قاشق تو چشمتون نره ولی بسیار شیرین. والا این رفقایی که من میبینم خود قاشق هم میخورن. بعد بحث هوش این شد که با قاشق متوجه نمیشده. یک لطیفه‌ای هست که ولی یک کسی در مسابقه هوش از یک کسی پرسید که این چیه که با پوست میکنن و با نمک میخورن سبزه. گفتش که این باید قاعدتاً بادنجون باشه. گفت خیار دیگه بادنجون چیه؟ حالا درست حواست جمع کن 2 مرتبه دقت کن. من میگم دفعه دوم لااقل صحیح بگی. این چیه که 2 تاست و پوست میکنن با نمک میخورن. دقت فکر کرد گفت این پیاز است. گفت این همون خیار 2 تاش کردم که بلکه بفهمید که حالا این سومی لااقل دقت کن. گفت این چیه که میره سر دیوار میشینه غار میکنه بهش میگن خوشخبر باشی عمرم زیاد میکنه. میگه بابا من به این بیشعوری هم نیستم این 3 تا خیاره. بسیار آقای صحبا خب چیزی که گفتن نوبت شماست آخر شما که نه دیگه حالا نوبت شماست. آقا مدتی است نوبت شماست خودتون ساکت نشستی. بله عرض کنم آقای صحبا باز هم نوبهار و عید آمد شادی و خرمی پدید آمد دوستداران و آشنایان را موسم دید و بازدید آمد. عید نوروز مزیت بزرگی که داره همین دید و بازدیدها و خوردن شیرینی و آجیل و میوه و اینهاست. خدا بکنه که انسان قوم خویش مهربونی هم داشته باشه که ایدی خوبی هم به آدم بده. من در زمان بچگی یادم میاد که یک عمه خیلی مهربونی داشتم. اون همیشه حساب داشتم که کی عید میشه و این عمه به من ایدی میده سکه طلا و نقره میده. در عوض یک عموی بد اخلاقی هم داشتم که همیشه هر موقع خونش میرفتم من دعوا میکرد اذیت میکرد. ضمن خیلی قوم خویشات رو رخ ما نکشون. بله گفتم آقا بد اخلاق بودن که نگفتم خیلی خوب. به هر حال عموی عمه تو هیچ وقت بالاخره آقا بچگی آقای صحبا 70 سال پیش بنده منظورم این بود که بنده آدم خوش عمه‌ای بودم و آدم بد عمویی. هر چی ایدی عمه میداد عموه میگرفت. بنابراین عمه در نظر من مظهر مهربانی بود و عمو مظهر بد اخلاقی. این عمو و عمه همیشه در ذهن من یک چیزی داشت، خاطره خوب بدی داشت. بالاخره من اگه کسی من میگفت برو عمو خیلی بدم میآمد، برای اینکه همیشه اون عموی بد اخلاق نظرم مجسم میشد. بدونیم آقا از این بعد بگیم برو عمه. در هر صورت ولی خوشبختانه‌شون برادر داشتم کسی به من نمیگفت عمو و مگر یک دختر خیلی زیبایی که یک دفعه به بنده عموی خیلی بدی گفت و این عمو اسباب دلخوری بنده شد و جدید بنده شعرش بخونم. بر کوی خویش خواند بتی خوب رو مرا مفتون خود نمود به 100 عشوه او مرا با ناز و غمزه گفت گذر کن به سوی ما چون دیدن رخ تو بود آرزو مرا شعری بخون که کار من آتشین کند مستی دهد حلاوت شعر نکو مرا سازی بزن که غم بزداید ز خاطرم گوید 1000 راز نهان مو به مو مرا چون این سخن شنیدم از اون یار شوخ چشم اشکی ز شوق ریخت به دامن فرو مرا دردا که گفت در پی اون مژده وصال حرفی که برد با همه رندی ز رو مرا از دیدن تو عمه من شادمان شود
باشی تو چون به جای گرامی عمو مرا. بسیار خوب. شعر از خانم گرامی است که تخلص داره. از عمه. بله اونجا که از رو بردن و اینا بود مربوط به آقای سرما فکر کنم از رو باشم. خب آقا شان راست شما چرا؟ والا حرف میزنیم. نه آقا چیزی بفرمایید. کافی نیست. یه چیزی بخوریم بفرمایید. خب غذا جمعی پالتو دیگه پالتوشونه که باید بفروشن. بنابراین حالا موقع اینه که اون پالتویه رو پالتوی شما رو شنیدم آقای شاه دیگه حالا دیگه لابد فروخته نیست. اگر مونده تا حالا دو مطلب دارم که یکی اولیش رو دومیش اول عرض میکنم. عرض کنم حضور بساطتون که آقای سوئیلی در ابتدای برنامه فرمودن که سخنوران و هنرمندان و شعرا که ما هرچی نگاه کردیم جزو هیچ کدومشون نیست. مطلب اولی که حالا دوم عرض میکنم این مسئله به اصطلاح لهجه بنده است. باید که در 12 سال به اصطلاح آمدیم اینجا مقیم تهران هستیم نتونستیم اون ته لهجه رو به اصطلاح نشه، یعنی خیلی شیرین لهجه مشهدی به هر تقدیر اگر سعی میکنم خیلی تهرونی حرف بزنم ولی نمیشه، بعضی وقتا خراب میشه خودش دیگه. همین نماینده لهجه خراسان در تهران خواهش میکنم. به هر حال گفتم سعیمو میکنم ولی نمیشه. حالا گفتین چی رو بخونم؟ پالتویه. یک شعر دیگه فکر میکنید پالتویه. پالتویه پالتوم گذاشته پالتویی بود خیلی ما دوست داشتیم هنوزم هست ان شاءالله یک وقتی حالا دست بنده دهان همون پالتو تو بفرمایید. ای پالتو چاک پاره ای سفر ره اداره، ای یار خزان و همزمستون، ای یار قدیمی دبستون، ای یار عزیز با وفایم دل سوزتر از خودم برایم. یادار عزیز من تو آنی دوش پدرم بودی زمان، خیاط سر گذر جفا کرد اعضاء تو را ز هم جدا کرد. کوچک بنمود بهر چاکر از بهر منت نمود حاضر، حالا شده ای چو قطعه تور سوراخ شدی چو قال زنبور. یک دم نشدی ز دست من شاد بس وصله زدم نموده ای باد. از بس که تو را گرو نهادم با پول تو مشکلم گشادم، از بس که تو را رفو نمودم هی شستم و پشت و رو نمودم. شرمنده شدم ز پشت و رویت خجلت زدم ز پشم و مویت. قربان بروم به شکل و قدت سوگند تو را به روح جدت. امسال دیگر به من وفا کن، یک سال دیگر به من صفا کن، تا سال دیگر تو را ببخشم کوچکت کنم بدم ببخشم. واقعا بچه جنابالی بچه خوشبختیه، خیلی بچه خوشبختیه بچه جنابالی. حالا قرار بنده رو به فرزندی قبول کنه. تو پالتو بودم به شما مثل که آقای سوئیلی 20 سال دیگه بچه‌ش همین شعر واسه همون پالتو نظیر می‌خونه. شعر آقای شاهانی یه چیزی راجع به کیفشون ساخته بود. بله اون خیلی جالبه. موحید و کیف و اینا خیلی متناسبه. دستون پاک و باقلوا رو لطف بفرمایید. همش نخورید. خیلی متشکرم. آقا حرارت میکنه. یه با خوندن این شعر امیدواریم کسی عرض کنم که آرزوی دشت گرفتن از ما نداشته باشه. و ضمناً با خوندن این شعر شیرین دیگه کسی به باقلواها دست نزنه. نه. ای کیف همیشه خالی من، ای مدرک بی ریالی من، یک بار نشد دلم کنی شاد، ای چهره پول برده از یاد. در جیب بغل گرفته ای جا مأمور نکول هر تمنا. گفتم غم انگیز نخونی. نه این چیزه مبتلا به باید دشت ما رو بده. بله شاید که طلسم تنگ دستی در زندگی هم همین تو هستی. هرچند که ضد اسکناسی مثل ضد ضربه و ضد مغناطیس و اینا، هرچند که ضد اسکناسی مانند دهان التماسی. همیشه وای ها وایه بیمایه و زشت و بیقواره مستوجب نام چرم پاره. این لاشه که مهمل و چرنده است
از لاش کدام گوسفند است؟ بی شبهه به عمر خیش او هم گوسفندی بوده، خیلی خودت برده. گوسفند کمبش بود. این تیپ لایق این پالتو بیچاره پوست اون گوسفنده نصیبش گرگی شده. بی شبهه به عمر خیش او هم سیری نچشیده بوده یک دم. حالا این ارث کنون به تو رسیده، ای جانور شکم دریده. انصاف بده مرا چه باید، گر جیب بری تو را رباید. شرمنده به نزد او شوم نیست، نفرین به تو کیف آبرو ریز. ممنون تو میشوم گر امسال تجدید نظر کنی بر اینها. ما رو باش که از آقای شاهزادی ایدی میخواستی. آقای حالت نیستی که باز آقای وجدی هم من آخه گفتم من مطلب زیاد گفتم. بفرمایید آقای حالت من کتابخونه ما داشت. منظوری یکی از رفقا دیدم که کتابخونه ای ترتیب داده اینا، ولی هرچی فکر کردن دیدم اهل کتاب و این چیزا نیست. منتها چیزی که هست یعنی لا کتاب تقریبا یه خورده تازه به دوران رسیده بود اینا و دیده بود که خب هر کسی که چیزی شده امروز مد هستش که اعیانا همه کتابخونه و اینا دارن. این فکر کرده بودش که خب اینو واسه خودش کتابخونه ترتیب بده. بعد که مقدار زیادی پول داده بود فکر کرده بود که خب بالاخره باید از اینا یه استفاده‌ای بکنه. از این طرز استفاده از کتابا رو بنده به شعر درآوردم که اگه اجازه می‌فرمایید. طرز استفاده از شیرینی رو بفرمایید. بله اون شما باید بفرمایید. آقا شاهانی میدونن طرز استفاده از آقای بجری اون نخستی بله که نشسته قشنگ این پرتقال رو پوست می‌کنه. آقای شاهزادی نوش جان تو تقاضا کنید هر مطابق. بله تا که شد بخت بلندم سوی ثروت رهنمایم، کم کم اندر زمره نوکیسه ها دادند جایم. تازه شد ماشین و فرش و خانه و مبل و اساسم، شیک شد کفش و کراوات و کت و شال و قبایم. پیش خود گفتم کنم تقلید از کار بزرگان، چون که من هم باید اندر زمره آنان درآیم. هر یک از اشراف در منزل کتابی چند دارد، زین جهت من نیز گردارم کتاب اندر سرایم. این کتاب و آن کتاب از بهر من فرقی ندارد، چون نخواهم خواندشان با این سواد نارسایم. رفتم از دم هر کتاب جلد سبزی را خریدم، تا که رنگ جمله جور آید به رنگ پرده هایم. یک کتاب جلد چرمی دارم و چاقوی خود را می کشم دایم به جلد آن و تیزش می نمایم. یک کتابم پرز تصویر است و با آن بچم را می کنم سرگرم، چون در پیششان را می گشایم. زیر پای او به جای خشت بنهادم کتابی، کلفتم چون جیغ زد ناگه که می خواهم بزایم. با کتابی گنده و سنگین ز روی خشم دیشب کوفتم در توی مغز نوکر پرمدعایم. هر زمان خواهم که یابم دست بر جای بلندی، چند جلد از این کتب را زیر پایم میگذارم زیر پایم. هر زمان خواهم که یابم دست بر جای بلندی، چند جلد از این کتب را میگذارم زیر پایم. تا که گردد مانع لغزش کتاب کوچکی را به که بگذارم به زیر پایه میز قضایم. پیشم اکنون هر که می آید چو بیند این کتب را، اهل علم و دانشم بشمارد و گوید ثنایم. میخرم من هر کتابی را به هر قیمت که باشد، چون یقینا هر کتابی سودها دارد برایم. انتقاد بود از کسانی که کتاب رو فضا رنگش میخرن نه برای محتویش.
من یه رباعی آقای سهیلی حالا به عنوان لطیفه عرض میکنم. یه مرد دکتر عربی بود به نام فالک، دکتر فالک. من یه رباعی براش ساخته بودم. گفتا عربی شبی به دکتر فالک، کی حاذق و با تجربه تر از مالک. تا سال دیگر اگر تو دکتر باشی انت الباقی و کل شیء خب حالا میپردازیم به ساز آواز امروز. از آقای ایرج سوال کنیم. از آقای گلپادون شما تشریف بیارید یه توضیح بدید. خواهش میکنم. بله شما امروز یک چیز تازه میخوایم بخونید برای شنوندگان عزیز بزم شاعران، چون روز شادی است و شما هم در این شادی باید شرکت بفرمایید، البته با نوع تازه یا طرح تازه. ولی اجازه بفرمایید من قبل از اینکه درباره برنامه توضیح بدم از طرف دوستان هنرمندم آقایان ایرج، اسدالله ملک، فرهنگ شریف، منصور سارمی و اسماعیلی این عید سعید تبریک بگیم. ما به شما تبریک میگیم و از طرف شما باز مجددا به همه شنوندگان تبریک عرض خیلی متشکرم. و اما راجع به برنامه امروز خواهش میکنم. با آقای ایرج تصمیم گرفتیم هر دو در مایه مخالف سگاه چند بیتی براتون بخونیم. در مایه مخالف سگاه. بله. خب این تازگیش در چیه؟ یعنی شما مخالف میخونید ایشون هم مخالف میخونن؟ بله هر دو در دعوا دارید با هم؟ نه دوست هستیم بسیار. ما چون مخالف نیستیم. درسته که اسم این تیکه به مخالف سگاه معروف شده ولی اتفاقا اینجا همه که دور هم هستن همه موافق هستن. خیلی خوب ما مخالف نیستیم و گوش میکنیم. امیدواریم چیز خوبی از آب در بیاد و شنوندگان راضی باشند از این آواز شما و ساز دوستان هنرمندمون. خواهش میکنم. پس آقای ایرج اول شما شروع بفرمایید. خواهش میکنم. سپاس و
نگاره به شادی در کنار آمد از آن میخانه باقی
که باشد شاهد و ساقی شرابی خوردم جانا که عقلم بیقرار آمد شرابی خوردم جانا که عقلم بیقرار آمد خب آقای یگانه بله آقای یگانه افتادن گوشه تک نه دیگه فقط مشغول خوردن شیرینی اجازه فرمایید دیگه صداشون در نمیاد. اما حالا خودمونیم رفقا حالت رو فریب دادن در اینجا، همش مرتب بگن با حالت چیز بخون
که اون دستبالش به هم باشه تو شعرها و خلاصه بقای حالش ما نون خوچم میل بکنیم. بله حالا آقای یگانه که میخونن من خدمت شیرینی‌ها میرسم. اجازه کنم من این شیرینی رو فرو ببرم که آقای حالت مرض قندم دارم. جای آقای ابوالحسن ورزی خالی که همه شیرینی‌ها رو از جا بکنن. امیدواریم آقای یگانه چیز مفصلم بخونن که ما فرصت داشته باشیم درست حسابی. شعر گوش نکنی فقط چیز خوندنی که ندارم ولی اجازه فرمایید شنیدنی. بله از شنیدنی‌ها براتون برسونم. این لطیفه میفرمایید؟ تقریبا. خواهش کنم. عجبت مردی بوده و پسری داشته و این برای خرج جیب و عرض میکنم قلم و کاغذ روزی 1 تومن به این پسر میداده و همیشه هم مؤکداً سفارش میکرده که پسر جون تا میتونی صرفه جویی کن. آشانی نشونی بنده و شما رو میدانم. یه روز پسره نفس زنون و عرق ریزون ظهر میرسه منزل. پدره میگه چته پسر جون چرا اینجور نفس میزنی؟ میگه هیچی نگو بابا جون، امروز 2000 صرفه جویی کردم. میگه چطور؟ میگه از مدرسه که در اومدم سوار اتوبوس بشم، تا من برسم اتوبوس حرکت کرد، منم همجور دنبالش دویدم تا خونه و 2000 رو صرفه جویی کردم. پدر میگه باریکلا پسرم خیلی خوب کاری کردی، ولی بعد از این اگه خواستی بدوی دنبال تاکسی بدو که اقلا 2 تومن صرفه بله یک راجع به امساک این شخص گفتن آقای یگانه، من این البته یعنی که از آقای سهیلی شنیدم که حالا خودشون شاید حضور ذهن نداشتن، من از قول ایشون میگم که 2 نفر با هم خیلی ممسک بودن، شریک شدن، با هم یه ساعت خریدن. گفتن که لزومی نداره که هر کدوم یه ساعت داشته باشیم، مثلا 50 تومن این داد 50 تومن اون یه ساعت خریدن. بعد اون مرتب از اون یکی پرسید که ساعت چنده؟ میگفت 9 مثلا. یه دقیقه دیگه میگفت آ ساعت چنده؟ میگفت 9 و 1 دقیقه. 2 مرتبه ساعت چنده؟ 9 و 2 دقیقه. هی سوال کرد، اون یکی گفتش که حالا ببین قد بگو ساعت چنده تا ساعت خراب کنی. آقای سالی یه لطیفه هم شما داشتید راجع به ساعت. عرضم بزرگتون حالا اجازه فرمایید چون مسئله ساعت مطرح شد بنده عرض میکنم برای اینکه بی سهم نباشم در این برنامه. بله عرضم بزرگتون یه کسی ساعتش خوابید، آدم ساده‌لوحی ساعت خریده بود، نمیدونه ساعت اصلا چی هست و بهش گفتن اینجوری که اغلب حرکت میکنه این ساعت کار میکنه. بعد این ساعت دیگه کار نکرد، هر چی تکونش شد کار نکرد. بعد بالاخره با زور چاقو در ساعت رو باز کرد، نگاه کرد یک مگس به رقاصه که او چسبیده. گفت پس بگو وای مکانیکش مرده. یک قطعه هم یه وقتی من ساخته بودم راجع به ساعت. البته مکانیک و بعض مشاوران ما خورده نگیرن، مکانیسیان میدونیم درسته، اما خب مردم میگن مکانیک. خیلی ساکتی آسابا. هرچه که یک قطعه من ساخته بودم، آدمی چیست مظهر دغلی، جنس او عین ساعت بغلی، گوشمالی اگر به او ندهی کار بهرت نمی کند به علی. دنباله همون به علی گفت مادرشون. خب آقا نوبت کی آقای صاحب؟ آقای عرض کنم که بنده از دوستان تعجب کردم که دوست عزیزمون آقای ابوالحسن ورزی غایبن، هیچ کسی پیش نبرد. حالا اینکه اگر ایشون بودن حتما در این جلسه هم شرکت داشتن و هم همه شیرینی‌ها رو می‌خوردن و هم بیشتر از همه شعر می‌خوندن. حالا هم که در امریکا هستن لازمه که ما ازشون ذکر خیری بکنیم. در هر صورت بنده یک شعری که تناسبی اسمی ازشون داره عرض میکنم. آقای شما سیب مال 7 سینه این مرتب داریم میخوریم، میخوام باشه تا آخر. اون سیب مال 7 سینه این مرتب جو داری پوست میگنیم. آقای شاهانی رو عرض میکنم. بعدم این تا 13 این باید با ما. خب آقا بنده بود بنده شعر رو بکنم. بله. آقا من فکر می‌کنم آقای ورزی وکالت شیرینی خوردن به شما دادن. گفتن دست آقای صحابا به آمریکا فرار کرد ایشون رو تکنیک. دیدم به رهی پریرخی چند با چهره مات و ماهتابی، در چشم حریص من به 100 ناز ناگاه شدن آفتابی. احوال مرا اگر بپرسی بودم ز نهایت خرابی، مشتاق و گرسنه همچو ورزی حیران به در چلو کبابی. واقعا ذکر خیلی ازشون. حالا ذکر خیر آقای ورزی شد، بعدم یه خاطری دارم آقای صحبا از شما و آقای ورزی، نمیدونم یادتون هست یا نه، اون ماشین سواری. عرض کنم که چند سال پیش بنده هم جز ماشین دارا بودم با عزتون، البته خب قسطی
بله این ماشین با وجودی که قسطاش هم هنوز پرداختش تموم نشده بود ولی غالبا بیمهری میکرد و عرض کنم که ما رو میگذاشت. باری اگه یادتون باشه با این ماشین بعد تنها استادم پشت رولو داشتیم خیابون پهلوی رو بالا میمدیم، شما و آقای ورزی سلانه عصر خوشی بود و داشت تشمی بردیم. این صحابه و ورزی. بله عرض میکنم نگه داشتیم و گفتیم بفرمایید دوستان. بله سوار شدم و تا آقای صحبا چون هیچ وقت زندگیشون اصولاً بی لطیفه نگذشته تا سوار شدن فوراً در وصف ماشین بنده گفتن که این ماشین شاهزادی حسنی که داره اینه که همه جاش صدا میده غیر از بوغش و رادیوش. دو جا که باید صدا بو هستم باری روندیم و یک کیلومتری که بالا رفتیم رسیدم بعد به یکی از دوستانم که یه وقتی قهرمان کشتی بوده. بله عرض کنم که خب ایشون رو هم سوار کردیم. خیلی آقایون هم چی پشتش نازو کردن و که آقا ما شاعریم و لطیفه و شعر خوب و هست. شما هرکی سر رو سوار میکردین؟ دلیل بله حالا دلیل داشت. ماشین تو نمره تاکسی بوده؟ والا آقایون میفرمودند که این عواطف انسانیشه، این مهربانیشه و هر جا پول نمیگیره. سوار شد این آقای قهرمان و خب علی رغم گفته های شیرین و لطیفه شروع کرد ایشون که نمیدونم در مسابقه اولی که در کجا شرکت کردم حریف اینجور کفتر بندش کردم، نمیدونم اینجور بخو ازش گرفتم. آقای سبا آقای ورزی گفتن هی اشاره میکردم به هم آقا خیلی همسفر قطعی بود، ما شاعریم لطیفه ما با قهرمان احترام میذاریم آقا ما با اونو بد نکنیم. من خیلی تعریف کردم آقای ورزی شد چیزی گفتن. خب بعد تعریف شما خودتون در خوردن قهرمانین آقا. و این سربالایی باغ فردوس داشتیم بالا میرفتیم بلکه خودمون رو برسیم به نیاورون و روزی داشته باشیم. نمیدونم چی شدی بچه کسی اومد جلو ماشین و بنده ترمز اول نگرفت، ترمز دوم نگرفت، ترمز سوم گرفت ولی خاموش شد ماشین. خاموش شد و خب چیکار کنیم حالا چیکار نکنیم. خواهش کردیم از اون رفیق طبعا قهرمانمون که داداش میزود اینو هونش بده ماشین روشن شد. بله آقای صحبا و ورزی یادمه که پیاده شدن و از این روز بهار خواستن استفاده کنن. ماشین رو هل دادن و روشن شد و بعد که سوار شدن دیدم که ورزی با اون همون لحن شیرین و رندانه خودش گفت حالا فهمیدی صحبا چرا قهرمان کشتی رو سوار میکنه. آقای سرهنگ اجازه من تبصره بزنم تو یادم میره تداعی میشه همین مطلب از تالی یاد قهرمان افتادم. میگفتن یه نفر پالتوش داده بود به یک جالباسی دم یه هتلی و رفته بود تو. بعد برای اینکه کسی جرئت نکنه این پالتو رو برداره یه کار زد رو پالتو که این پالتو متعلق به قهرمانی است که اگر یک مش بزنه طرف خورد و خمیر میشه. کمایی به طرف بر نداره. پالتو شانی یه سارقی هم اومد پالتو رو برداشت و یه کارت زد جای پالتو. نوشت این پالتو رو کسی برداشت و در رفت چون دونده مسابقه 1000 کیلومتر. بله خلاصه این نارضایی از ماشین موجب شد که ما گفتیم آقا این نشد که ماشینی 3 شاعر و 1 قهرمان رو به این روزگار بد بندازه و ما به آسونی دست از سرش برداریم نکنیم. گفتیم حجمش میکنیم. بله و این چند تا بیت شعر اون روز به وجود اومد. دیگر شدم ز کار تو بیزار و تلمبین. این اتومبیل هم میدونید اصطلاحی است که وقتی میخوان نگن اتومبیل بله اتومبیل خوب رو اتومبیل میگن. بله گفتیم که دیگر شدم ز کار تو بیزار و تلمبین تا کارت افتاده به آچار و تلمبین. از دست رفت آبرویم راه و نیم راه بس کن حدیث شوخی آزار و تلمبین. افتاده ای به دنده نالوتیانه لنگی همیشه این که نشد کار و تلمبین. یک دندگی بس است بیا اهل راه باش بفروشمت وگرنه به ناچار و تلمبین. حالو نمی شود چو کسی در خرید تو بگذارمت به معرض لاتار و تو. تدابیری است که های شاهانی اول حالو آخر حالو خودتون بوده. اون لاتاری هم کسی نمیده. آقای صحبا خریدن. من یه روز دیدم پشت شناختید اتومبیلو. بله بله. آقای صحبا خریدن اون اتومبیل. درست. آقای صحبا من یه اوراقچی ام. همون اتومبیل دارن آقای صحبا که دارن پیاده راه میرن. آقای صحبا یه ماشین 4 دارن خط پشت کردن کار میکنن. توهین نمی کنم به تو، خطاب به اتومبیله. توهین نمی کنم به تو اما بگویمت
رول در کف من است چو افسار و طلمبین. وا یر قلم به حج به تو در گردش آورم، افتی دگر ز صورت بازار و طلمبین. یاران دگر ز یاری ما روی تافتند، یاد آن زمان که بود مرا یار و طلمبین. برای اینکه اون اتومبیل دست نداره. یک تعارفی با ما بکنن که یک چیزی بفهمین دیگه. حضرت آقای خسرو شاهانی یه لطیفه آقای بفرمایید با خسرو لهجه شاهانی مشهدی. زیر لفظی میخوان برای که حرف بزنن. پس بگو دیگه یه چیزی به لهجه شاهانی مشهدی. اگر سیبا رو تموم فرمودید یواش. خواهش میکنم یه باشی باش ما هم بریم پا به سنی میگذاریم که باید خاطره تعریف کنیم، مثل آقای بدیزاده و عرض کنم که صحبا و اینا دیگه خاطرات جوونی رو باید تعریف کنیم دیگه. بله البته حضرت عباسی به کسی نگین سن سال همین حدوده. کلاس 6 بودم و جدا این یک خاطری که هیچ وقت من فراموش نمیکنم. کلاسش نخیر ششم ابتدایی بود. و وقت یک مسئله داده بودن، مثلا از اینه که بزازی نمیدونم فلان قد دوید خرید و فلان قد مخمل خرید و از قرار گزیعه قدر رو نمیدونم و معلوم کنید به فروخ مثلا گزیعه قدر رو معلوم کنید چقدر پارچه خرید و چقدر پول داده و یا حرف بزنم یا آقای صحبا دیگه اجازه نمیدن. یه هم گز. حالا معلوم کنیم که چقدر این بابا پارچه خریده و چقدر پول داده و چقدر سود برده. خب اینا رو بعد جدا جدا جمع کرد و عرض کنیم اینا رو ضرب در هم کرد و ما به جای که اینا رو جمع کنیم خیلی حساب تو مدرسه خراب بود، هنوزم که هست خرابه. یعنی بزرگم که شدم ماشاءالله هزار ماشاءالله بازم خراب. نه با اون پالتویی که فرمودین حساب تو خیلی درسته آقا. شما که آدم ناحسابی. به هر حال قربان شما. شما حساب میکردیم وقتی مخاطره رو میگم یا شما. مگه اینجوری چرتکه بودن؟ به هر تقدیر ما عوض که اینا رو با هم جمع کنیم از هم تفریق کردیم، به جایی که ضرب کنیم تقسیم کردیم و یک عددی در آمد که او سرش نابود. بعد معلم همونجوری که نشسته بود پشت میز و خدا نگهدارش باشه اگر هستن خدا، اینا همونجوری که داشت مخوند و فلان اینا به نوبت به مال ما رسید، هر چی خوند چیزی نفهمید. بعد پوزخندی زد و ما رو خواست و کما فی سابق مثلا مرسوم او جور مدارس گوش ما رو کم کشید و یک دو تا سیلی هم زد و گفت گوشی اتاق بیست و ما هم گریه کنون به استادم گوشی کلاس فلان. بعد وقت قیافه ما رو دید و صورت مسئله رو شروع کرد به قشقش خندیدن. گفتم خب آقا گوش ما رو کشیدی خیلی خوب، مسئله رو غلط حل کردیم خیلی خوب، سیلی ما زدی دستت درد، این خندت دیگه بری چیه؟ گفت بیست تو برات بیش نشستم. ما کمون تو مرسم کمون چه آدمه چه آروم نبود. پیدایه رنگ رخسار گواهی دهد از سر ضمیر. عرض کنم که گفت بشین تو یه داستان برات بگم. حالا این داستان مال اویه که برات تعریف میکنم، خیلی هم بامزه و کوتاه هم هست. عرض کنم که گفتش که یک حاجی بود یک دکون بقالی داشت. او وقت بقالی مثلا قند و شکر و برنج و چای و ماست و همه رو با هم میفروخت. سوپرمارکت بود. یک شاگردی داشت مثل او هم سوپرمارکت اون موقع. بله عرض کنم حضور با سعادت تا که خیلی شما حرف بزنید ما فراموش میکنم. قشنگ بود سوپر بقالی. کاری داشت این حاجی، گفتش که من مرام تا این صرافی یا پول خورد کنم یا مثلا سفته او روزگار مثلا مرام یعنی چی؟ یعنی میمیرم. مرام یعنی میرم. گفتم نمیتونم که اگه میخوای لفظ قلم برات حرف بزنم. نه اون حاجی گفته مرام، اونم مشهد. حاجی فکر کنم حالا مشهد بوده یا جای دیگه نمیتونم اونش. آی صاحب گاهی ترجمه بفرمایید. به شاگردش گفت این دکون دست تو باشه، قیمت اینا اینجوریه، این که کیلو اقدی، این منی اقدی، اگر کسی آمد رو این نرخ بفروش. خودش رفت. شاگردمون یک بابای آمد گفت قندام من چنده، مثلا گفت من 4 تومن، همونجوری که حاجی بهش گفت. حساب کرد با خودش مرچ که پیش خودش گفت یک من 4 تومن، 2 منش. شاگرد رفت اصلاح خودش گفت 2 منش میشه 2 تومن. رند نگاهی که دید عجب دکاندار خوبیه، گفت 4 منش چند میشه؟ گفت 1 تومن. گفت 8 منش؟ گفت 5 قرون. گفت 16 من بکش. 16 من قند کشید و 2.5 قرون داد و طبق حساب دکاندار، حساب که ما کرده بودیم رو صورت مثلا. عرض کنم که به همین میزانم چیز خرید. از این چیه؟ برنجی اونم خیلی پتری. مثلا همه دکونو میتونه بعد وقتی نمیتونست ببره گوش برد. وقتی میخواست بره شاگرد دید خب اینا که نمیتونه تفلک ببره که. خر حاج آقا بغل دکون بود.
کمک کردن با همدیگه قندا و برنجا و شکرها رو گذاشتن رو خر حاج آقا. خودش هم می‌خواست یه مقدارشو ببره. راه افتاد. یک دغدمی که یارو خریدار رفت، شاگردی پیش خودش فکر خب این آمد و خر حاج آقا رو نیاورد، ما از کجا بشناسو میره. نگاه که دید عبای ناینی آقا به دیوار دکون آویزونه به سر میخ. همین رو برداشت و گفت آقا بستین کار عرض داشتم. گفت کوی عبام رو دوش تا بی زحمت باشه که اگر یک وقتی گمش کرد این نیاورد خره ای از رو عبایی رو بشناسه. حاج آقا برگشت، صاحب دکون برگشت، پرسید که فروش عجیبی که در ظرف نیم ساعت و فلان. گفت چیکار که؟ گفت فروختم برنج فروختم، شکر فروختم، قند. عرض کنیم که کو پولاش دست که مثلا 7.5 بدون بهش داد، 7.10 بهش داد. گفت این همه جنس بگو ها به چه قیمت؟ گفت به اینجور. گفت خب اینا که چه جور برد؟ گفت با خر شما برد آقا. گفت خب آمد خر مرد. گفت من همین حساب پیش خودم کردم، عبای شما رو انداختم رو دوشش. این دیگه کفرش در آمد. این تغار ماست برداشت بلند که زد تو سری بچی. این ماستری به لباس و صورت این یه حالت بسیار خنده‌دار پیدا کرد و این حساب کردم که حاجی آقا شروع کرد به قش قش از ته دل خنده. یک ماستر پاک میکرد. گفت حاج آقا دیری حساب نفشه میکنی خندت گرفته. این که خنده فرمودید، من یاد یه مسئله افتادم کوتاه، البته این لطیفه. میگن یه کسی نشسته بود در کوپه قطار، روبروش مسافر غریبه. دیدیم با خودش حرف میزنه و قش قش میخنده. باز یه دقیقه دیگه حرف میزنه و خودش تخت میشه. خودش هی هم با دست به خودش اشاره میکنه، یعنی بس دیگه. تا اهواز 24 ساعتی همطور میکرد. یه چیزی میگفت میخندید، یه چیزی میگفت خودش تخت میشد برای خودش. بعد نزدیکای اهواز گفت من ناراحتم. بذارش بپرس آقا چرا اینجور میکنه؟ گفت آقا 24 ساعت من این منظره از شما میبینم، چرا یه چیزی میگین میخندین، یه چیزی میگین خودتون تخت میشه؟ گفت حقیقتش اینه که من از تهران تا اینجا برای خودم چون تنها بودم داشتم لطیفه میگفتم، خوشمزه هاشو که میگفتم خندم میگرفت. گفت چرا خودتون تخت میشد؟ گفت یه چیزایی میگفتم به خودم میگفتم بابا اینه که 100 دفعه گفتی واسم دیگه چیز جدید بگو. تازه چند دفعه حرف میزنی. یه بچه‌ای بله فرمایید. نه گفت تکراریه. بله. ولی یه بچه‌ای کسی تو خیابون میرفت گفت آقا بی زحمت بدید من قدم نمیرسی زنگ این در خونه رو بزنید برای من. بچه رو بغل کرد و بچه تا فشار آورد روی سنگ و حالا بذار من زمین با هم دردیم. خب آقا مثل اینکه داره کم کم وقتمون تموم میشه و باید به دید بازی برسیم. الان میبینیم که همه لباس نوهاشون ترشون کردند و بله من بالاخره دیدنی هم نیم ساعت 1 ساعت تا شما ما رو بیرون نکردین باید پاشیم بریم دیگه. این جلسه ها خیلی مطالب شوخی آمد. البته مطالب دوستی جدی است که به مناسبت عید من باید دوستان بخونم. سحرگاهان صبا آمد به گلشن، ز بوی گل معطر کرد دامن. پیامی تهنیت آمیز آورد که ای گل عید شد چشم تو روشن. به حسن خطابی بود و چشم همه شنوندگان روشن باشه انشاءالله تا برای همیشه کامیاب و کامجوی و تمام سال خوش و خرم باشن. شنوندگان عزیز در اینجا با همه شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که بزم ما توانسته باشه لحظه چند طلیعه سال رو برای شما شیرین و گرم کرده باشه. روز بخیر و سال شما بخیر.